سلام فکت بازای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آیا تو سال 2025 ما تنها هستیم یا همین حالا موجودات فضایی دارن از یه گوشه کیهان ما رو زیر نظر دارن؟ امشب قرار 5 حقیقت عجیب و شوکه کننده درباره حیات فرازمینی رو براتون فاش کنم که مغزتون رو منفجر میکنه. از سیگنال های مرموز فضا تا اسرار مخفی دولت ها. آماده اید برای ماجراجویی کیهانی؟ کمربنداتون رو ببندید و بزنید برید. فکر کردید فضایی ها فقط تو فیلم های علمی تخیلی وجود دارن؟ اشتباه کردید. علم داره به ما نشون میده که شاید همین حالا یه جایی توی این کهکشان بی انتها موجوداتی با تکنولوژی های عجیب و غریب دارن ما رو تماشا میکنن. امشب با 5 حقیقت باور نکردنی قرار دیدگاهتون به دنیا عوض بشه. آماده اید؟ بیایید قوقا کنیم. حقیقت اول، سیگنال واو، پیام از فضا. سال 1977 تو رصدخانه اوهایو یه دانشمند به اسم جری احمن یه سیگنال عجیب از فضا دریافت کرد که هنوزم دانشمندا رو گیج کرده. بهش میگن سیگنال واو، چون جری از شدت هیجان فقط تونست کاغذ کنار سیگنال بنویسه واو. این سیگنال فقط 72 ثانیه طول کشید و بعدش غیب شد. هیچ کس نمیدونه از کجا اومده. آیا این پیام یه تمدن فضایی بود که میخواست بگه سلام ما اینجاییم، یا فقط یه نویز کیهانی؟ بعضی‌ها میگن شاید یه ستاره دنباله‌دار بوده، ولی خیلی‌ها معتقدن این سیگنال عمدی بود. اگه یه روز دوباره این سیگنال رو دریافت کنیم، شما فکر میکنید چی جواب بدیم؟ حقیقت دو، میکروب‌های مریخی، حیات در سیاره سرخ. مریخ سیاره سرخ و مرموز همسایمون. تو سال 2023 مریخ نورد ناسا شواهدی پیدا کرد که همه رو شوکه کرد. ساختارهایی تو سنگ‌های مریخی که شبیه فسیل‌های باکتری باستانی بودن. بله، شاید مریخ یه روز پر از موجودات میکروسکوپی بوده که توی دریاچه‌های باستانی شنا می‌کردن. دانشمندان توی سال 2025 دارن نمونه‌های بیشتری رو بررسی میکنن تا ببینن آیا هنوزم حیات اونجا وجود داره. تصور کنید یه روز یه کاوشگر یه میکروب زنده پیدا کنه. این یعنی حیات فرازمینی فقط یه قدم با ما فاصله داره. آمادید با یه باکتری فضایی دست بدید؟ حقیقت سه، اقیانوس‌های مخفی قمرهای یخی. مریخ رو بیخیال، قمرهایی مثل اروپا و انسلادوس زیر سطح یخیشون اقیانوس‌های عظیمی دارن که از اقیانوس‌های زمین هم بزرگترن. دانشمندا میگن این اقیانوس‌ها میتونن پر از موجودات عجیب باشن، از میکروب‌های فضایی تا موجودات غول‌پیکری که حتی تصورش هم نمیتونیم بکنیم. فکر کنید یه سیل دریایی فضایی بفرستیم و یه موجود عجیب مثل یه اژدهای دریایی فضای جلوی دوربین ظاهر بشه. به نظرتون همچین چیزی ممکنه یا فقط رؤیای علمیه؟ حقیقت چهار، معادله دریک، میلیاردها تمدن. معادله دریک یه فرمول علمیه که میگه توی کهکشان راه شیری ممکنه میلیاردها تمدن پیشرفته وجود داشته باشه با 100 میلیارد ستاره و تریلیون ها سیاره. احتمال این که ما تنها باشیم عملاً صفره، ولی چرا هنوز باشون ملاقات نکردیم؟ شاید اونا دارن ما رو مثل یه باغ وحش کیهانی تماشا میکنن. شاید اونا اونقدر پیشرفتن که ما براشون مثل مورچه ایم. شما فکر میکنید چرا هنوز باشون گپ نزدیم؟ حقیقت پنج، یوفاها و اسرار مخفی. سال 2021 پنتاگون گزارش داد صدها شیء پرنده ناشناس دیدن که هیچ توضیح علمی براشون نیست. این اشیا با سرعت‌های عجیب حرکت می‌کردند، مانورهای غیر ممکن می‌دادند و حتی زیر آب غواصی می‌کردند. آیا اینا سفینه‌های فضایی هستند یا دولت‌ها دارن چیزی رو از ما قایم می‌کنن؟
فکر میکنید تو سال 2025 بالاخره یه سفینه فضایی جلوی دوربین ها فرود میاد یا همه چیز یه راز باقی میمونه؟ خب حالا نوبت شماست. فکر میکنید توی 2025 با فضایی ها ملاقات میکنیم؟ کدوم حقیقت امشب شوکتون کرد؟ توی کامنت ها بنویسید. این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید. کی میدونه شاید دفعه بعد یه ویدیوی زنده از یه یوفو براتون بذاریم. تا فکت های بعدی، خدا نگهدارتون.